این گونه صحنه‌ها در بلاروس سابقه نداشته است. در 26 سال حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به این حد مردم زیاد به ضد او اعتراض نکرده بودند. تخمین می شود که روز 6 سپتامبر در شهر مینسک 100,000 کس به خیابان‌ها ریختند، اما اینجا نه رقم بلکه دوام کردن تظاهرات مهم است. اولین تظاهرات بعد انتخابات شب 9 اوگوست آغاز یافت. نظرسنجی‌های بعدی رایدهی نشان دادند که لوکاشنکو 80% رای مردم را به دست آورده است. عین نتیجه را مقامات هم اعلان کردند، رقمی که سالهای گذشته هم زیاد تکرار شده است. هیچ یک از انتخابات‌های اҳди لوکاشنکو به گفته حکومت‌ها و ناظران غربی خالصانه و دموکراتی صورت نگرفته است. مخالفان هم معمولاً گفتند لوکاشنکو نتیجه ها را ساخته‌کاری می‌کند. اعتراض‌های پس از انتخابات‌های گذشته زود تمام شدند، اما این دفعه نه. در عموم وضع شبیه آب شدن یخ سخت است. مردم در رنج یخ بسته بودند و وضع را غیر عادی و مثل فرد خواب‌آلود قبول داشتند. اگر 6 ماه پیش می‌پرسیدید که وضع در بلاروس چگونه است، پاسخش این بود: آرامی کامل حکم فرماست. حالا موسیقی و رقص را می‌بینید و حتی حال و هوای جشنی را. اما صحنه‌های دلخراش نیز هست. ماموران امنیتی با یک بیرحمی خاص با تظاهرگران رفتار می‌کردند. همین صحنه‌ها یا شاید چیزی دیگر عزم مردم را برای ایستادگی در روبروی مقامات مستحکم‌تر کرده است. این اعتراض‌ها از آن نظر نادر هستند که نه رهبر دارند، نه سازمان یافته هستند و برنامه‌ریزی هم نشده‌اند. مردم خودشان آن را تشکیل می‌کنند. آنها را خود تظاهرات و خود ایده یگانه مخالفت با رژیم الکساندر لوکاشنکو متحد می‌کند. با تظاهرات оммавиашон در هر روز یکشنبه مخالفان به یک نیروی مقاومت ناپذیر تبدیل یافتند. اگرچه لوکاشنکو هم مثل سنگین ناجنبان شده است، ولی هفته یک بار گوشه‌های از مینسک و دیگر شهرها را به دست ازدحام بزرگ می‌دهد. روزهای دیگری که تظاهرات خورده است، پلیس ضد شورش او و همکارانشان با بیرحمی خاص عمل می‌کنند. بسیاری از نمایندگان شناخته مخالفان دستگیر شدند، بعضی از کشور گریختند. رقیب لوکاشنکو در انتخابات سویتلانا تیخانوفسکایا از روز 11 اوگوست در لیتوا است. روز 4 سپتامبر در یک نشست غیر رسمی شورای امنیتی سازمان ملل و 8 سپتامبر در مجمع پارلمانی شورای اروپا سخنرانی کرد. ضرور است که جامعه بین المللی به این رژیم، به این فرد که به قدرت چسبیده است فشار بیارد. ضرور است به ضد افرادی که با دستورهای جنایتکارانه معیارهای بین المللی و حقوق انسان را پایمال میکنند تحریم جاری شود. اتحادیه اروپا گفت همین کار را میکند، اما با گذشت یک ماه از شب اولی تظاهرات خشونتبار نگفته است محض کی را و چگونه تحریمات تنبیه میکنند. امریکا هم گفته است در مسئله تحریمات با شریکانش مشورت دارد، ولی هنوز اعلان مشخصی نداده است. متحد اصلی لوکاشنکو چغ‌خوانی کرد و روز 27 اوگوست چنین اظهار داشت: الکساندر گریگورویچ از من خواست نیروی معین اضافه از حساب ماموران پلیس تشکیل دهیم. من این کار را کردم، ولی ما مصلحت کردیم تا زمانی که وضع از کنترل خارج نشود آنها را سفربر نکنیم. در همین روز لوکاشنکو گفت روسیه راضی شد که بلاروس قرض 1 میلیارد دلاری را دیرتر برگرداند. قرب پول ملی بلاروس در یک ماه گذشته در برابر دلار 10% پایین رفت. در کشور کارشکنی‌های پراکنده صورت گرفت. اینترنت را زود قطع کردند و حالا سرنوشت بخشی پیشرفته تکنولوژی‌های نو زیر سوال رفته است. دمیتری نواشا دفتر شرکتش سپورتس رو را در مینسک بست.
фармоишгарони хориҷӣ албатта ба ширкатҳое ки ба сабаби қатъи интернет ё ҳабси кормандонашон фармоишро иҷро карда наметавонанд ба сахтӣ ягон фармоиш медиҳанд. ҳамчунин бренди Белорус дар замони Лукашенко чизе наздик ба Кореяи Шимолӣ шудааст. баъди тазоҳуроти оммавӣ рӯзи 6 сентябр мақомот гуфтанд 600 нафарро дар саросари кишвар дастгир карданд. дар эътирозҳои Минск Мария Колесникая мунтақиди сахти Лукашенко ҳам дида шуд. ӯро рӯзи 8 сентябр дар марзи Украина ва баъди пора кардани шиносномааш дастгир карданд. бо гузашти як моҳи талотум дар Белорус аломате аз ақибнишинии тазоҳургарон ва ҳам фурӯнишастани саркӯби онҳо ба назар намерасад.